دعا به زبان تاجیکی نیز مستجاب می شود؟ یعنی الله سبحانه و تعالی با تمام زبانها دعاها را می شنود. الله تعالی هر چیزی که در دنیا میخواهیم بخواهیم. منظور چیز دنیایی هر چیزی که از برای خوشبختی خود میخواهد، برای پیشرفت خود میخواهد، همه این رو مرحبا پرسد. دعایی بین اذان و قامت مستجاب است میگویند. با چی دلیل چنین میگویند؟ در آن حالتها قبول شوی دعا نزدیکتر است، تیزتر قبول می شود. دعای در حق مشرکان، در حق مشرک و دعای در حق کافر دعای نیک گفتند. چی شما ما رو پیغمبر پنداشتید؟ رو مادرت بگو در حق من دعا کند گفتند. اگر مؤمن و مسلمان به یک مؤمن برادر خود ضرر رسانیده باشد، از دعای بدی شخصی مظلوم بترس. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، امروز ما تصمیم گرفتیم سر یک دسترخوان با داملا سهراب پادریان نشسته درباره دعا صحبت داشته باشیم. شما را خوش آمدید میگم. اولین سوالی که از جانب هر یک انسان، هر یک مردم عامی من در نظر دارم این است که آیا دعا به زبان تاجیکی نیز مستجاب می شود؟ یعنی دعا کردن ممکن است به زبان تاجیکی یا اینکه غیر عربی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، دعا آسانترین عبادت ها هست. الله سبحانه و تعالی با تمام زبان ها دعاها را می شنود و تمام زبان ها را می فهمد. الان در دنیا 7000 زبان است. همه آن را الله تعالی می فهمد و الله سبحانه و تعالی می شنود و می فهمد. بنابراین به زبان تاجیکی نیز دعا کردن اجازت است. اما در مسئله نماز بعضی عالم ها بله گفتند خوب است که با زبان عربی می شود، لیکن جای های آمده است که مثلا سجده، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فاکثروا فیها الدعاء، در سجده شما بسیار دعا کنید، فانه قمین ان یستجاب لکم، قریب است که دعای شما در سجده قبول شود. بعضی علما میگن که اینجا سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم عام است، تمام زبان ها رو در بر میرد، نگفتن که با زبان عربی مخصوص. علل خصوص در نمازهای نافله، نماز تهجد مثلا، نماز ویتر، نمازهای سنت، میتواند حتی در داخل نماز هم به زبان تاجیکی دعا کند. در سجده مثلا، یعنی چگونه وقتی که به سجده میروند سبحان ربی اعلی میگویند و بعد از گفتن این دعا میکنند یا اینکه چگونه میشود؟ 3 بار سبحان ربی الاعلی میگوید، بعد از الله تعالی هر چی خواست میپرسد. یعنی که دوام دادن در سجود ممکن است، اجازه است؟ اگر مثلا امکانیت باشد، مثلا نماز فرض باشد و امام کوتاه میخوانده باشد، دیگر ممکن یک جمله دعا کند. اگر نماز تنها گذار باشد میتواند ساعت ها دعا کند. بسیار حالتی که قبول شدنش نزدیکتر است. یعنی فقط در سجود یا اینکه در رکوع نیست ممکن نه، در رکوع ممکن نیست، برای آنکه رکوع جای دعا نیست. 2 جای دعا هست در نماز که امکانیت است انسان غیر ذکرهای وارد در داخل نماز بیرون از نماز دعا کند. یکی در سجده، دومینش پیش از سلام دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ثم لیتخیر من الادعیه ما شاء، سپس از دعاها کدام دعا را خواهد اختیار کند گفتند. یعنی شرط نه که دعای قرآنی باشد یا دعای مأثور از پیامبر صلی الله علیه و سلم شد. البته اینها بهتر است. دعایی که پیغمبرها کردند و اجابت شد، دعای حضرت آدم و حوا هست. در قرآن الله تعالی ذکر کرد که دعا کردن ما اجابت کردیم. دعای حضرت نوح الله تعالی 2 دعاشون یا زیاده از این رو مثال آورد که دعا کردن اجابت کردیم. دعاهای پیغمبرها هست.
در قرآن آمده است الله تعالی اجابت کردگی است و این دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ها آمدگی است. این دعاها بهتر است. برای چی؟ برای آنکه پیغمبرها این دعاها را گفتند و آنها از وحی سخن میکنند. دعاهای پیغمبرها جامع است. بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگه که تأملت احسن الادعیه، بهترین دعاها را تأمل کردم. تأمل کردم یعنی تفکر کردم که کدام دعا بهتر. دعای مثلا حضرت یونس الله تعالی در قرآن تعریف کرد، دعای موسی را تعریف کرد که اجابت شد، یا دعای دیگر پیغمبرها را. لیکن دعای پیغمبری ما هم بسیار در حدیث های آمده است، در قرآن هم دعاهای بهترین را تأمل کردم. ناگاه بهترین دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پروردگار برای من یاری ده برای ذکرت و شکرت و حسن عبادتت، یعنی برای زیبا عبادت کردن برای من یاری ده. برای چی این بهترین دعا؟ برای آنکه شما وقتی که الله تعالی به شکر نعمت اگر یاری دهد و هر یک نعمت اگر شکر کنید، شکر الله تعالی رو بجارید، الله تعالی زیاده میگرداند. لئن شکرتم لازیدنکم. الله تعالی میگه که اگر شما شکر گفتید، شکر کردید، البته من زیاده میگردانم. وعده پروردگار است. ذکری که وقتی که شما ذکر الله تعالی همیشه در یاد الله تعالی هستید، شما از گناه دور میمونید. از گناه که دور موندید و شما بلای مصیبت نمیبود، نه در این دنیا نه در آخرت. و کلمه حسن عبادتی، عبادت زیبا و عبادت زیبا برای من یاری ده. این بسیار چیز رو، همه چیز رو در بر میره عبادت زیبا. بعضی حالت ها می شود و اکثر وقت کودکان سوال میکنند، میگویند و پدرش مراجعت کرد، میگویند دادا جان آیا ما از الله تعالی هر چیزی که در دنیا میخواهیم بخواهیم؟ نگاهی به شما و پند شما همچنین نصیحت شما به این گونه کودکان چگونه است؟ البته هر چی میخواهید از الله تعالی بپرسید، فقط چیزهای ممکن را، چیزهایی که از روی قدر ممکن است. مثلا پروردگار مرا پیغمبر گردان گوید نمیشه. برای چی؟ برای آنکه الله تعالی خبر داد که جناب پیامبر ما حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم و خاتم النبیین، آخری پیغمبرها هست. یعنی چیزی نمیشده رو باید نپرسد. منظور چیزی دنیایی هر چیزی که از برای خوشبختی خود میخواهد، برای پیشرفت خود میخواهد، هر جلب فایده میخواهد فایده ها رو به دست آورد، ضررهای میخواهد دور کند، همه این رو مرحله پرسد از الله تعالی. الله تعالی وعده داده است که ادعونی استجیب لکم، شما دعا کنید من قبول میکنم. وعده هست. و میگویند که دعا دو وقت دارد، که شاید که چند وقت دارد، اما میگویند که دعای بین قامت، بین اذان و قامت مستجاب است. میگویند با چی دلیل چنین میگویند؟ دعا اصلا در همه حالت انشاءالله قبول است اگر همه شرط هاش باشد و بعضی مانعه های دعا های پیشی راه دعا رو میگرفتگی عمل ها یا سبب ها است. اگر اون سبب ها دور کرده شود و شرط های دعا اجرا کرده شود، دعا در همه حالت قبول است. لیکن بعضی حالت های هست که در آن حالت ها قبول شوی دعا نزدیکتر است، تیزتر قبول می شود. از جمله بین اذان و قامت، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح گفتن که لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامه، بین اذان و قامت دعا رد کرده نمیشد. در این مسئله بعضی برادرها سوال کردن که مثلا زنها با آنها نماز جماعت واجب نیست، زنها به مسجد نمیرن بین اذان و قامت تا اینکه دعا کنن. آیا میتونن که اذان که شنیدن مثلا از تیریزه اذان آمد
یا اینکه به ساعت نگاه کردن که اذان گفته شد، بین اذان و قامت غالبی مسجدها 10 دقیقه 20 دقیقه می ایستد. در همین بین در خانه دعا کرده می شود برای اینکه عمومی قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که در بین اذان و قامت دعا رد کرده نمی شود گفتن، عمومی سخنی پیامبر صلی در بر میگیرد که میتواند زنها و کودکان از خانه ایستاده دعا کنند. و مثال ها می آوردید دعاهایی که مستجاب شدند، اگر باشد شاید حدیثی هست در این باره؟ در صحیح بخاری و مسلم آمده است که حضرت انس میگویند که روزی جمعه بود، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای منبر خطبه میکردند. یک مرد از روبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آمد و بر روبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم به منبر ایستاد و گفت که یا رسول الله هلکت الاموال و انقطعت السبل ادعو الله ان یغیثنا. یا رسول الله مالها هلاک شدند از بی آبی را، سفرها کنده شد. مقصد مردم به سفر نبراموزند، برای اینکه نه برای شترشون آب هست و نه برای همراهشون گرفتن آب است، مجبور سفر نکرده ایستادیان. سفر که نشد تجارت خراب می شود. دعا کنید که الله تعالی باران دهد. اصلا وقتی که خطبه میخواند امام باید همه خاموش باشد، هیچ کسی گپ نزند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر 2 نفر بین همدیگر روزی جمعه گپ زند، سیوم آدم اگر نهی منکر کند گفت که او مردم گوش کنید، گوید جمعه همه آدم هم باطل است. نهی منکر کردگی آدم برای چی؟ برای اینکه 3 نفر میشد گپ زننده ها. یعنی من حتی نهی ممکن نیست که او گپ نزن گفتن ممکن نیست، یعنی من کردن ممکن نیست. با دقت باید همه، نه فقط گوش کردن، باید خاموش شنید. ممکن یه آدم گوش میکنه و لیکن پس مثلا سبحان الله سبحان الله تو دوم ذکر میکنه، نادرست است. الله تعالی میگه که فاستمعوا له و انصتوا، شما گوش اندازید و خاموش نشینید. اکثر مفسران میگن که این برای خطبه جمعه نازل شده که است. تماشابینان عزیز، انا همین گفته های دامولا حاضر به آن ربط دارد که یک نفر آمد و در وقت نماز جمعه مراجعت کرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما شما گفتید که ممکن نیست سخن کردن در وقت خطبه. نفر آمد و گپ زد، مباشرتاً به امام درست است، چون که پیامبر اسلام این کار نکردن. گفتن که در وقت خطبه همراهی من گپ زدی جمعه بیکار است یا برای تو فلان جن گناه هست نگفتن، بلکه ایستادن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش کردن. گفت که یا رسول الله سفرها کنده شد، مالها هلاک شدن از تشنگی، دعا کن که الله تعالی باران بیاره. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دستای مبارکشون رو برداشتن. اللهم اغیثنا اللهم اغیثنا اللهم اغیثنا، پروردگارا برای ما باران ده، برای ما باران ده. اللهم معناش یا الله برای ما باران ده. 3 مراتب دعا کردن. حضرت انس میگن که قسم به نام الله تعالی همین خیل هوا کشادی روشن بود که در آسمان یک ابر دیده نمیشد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن چنان ابرها به هم جمع شد و باران بارید که فوالله ما رأینا الشمس سبتا کاملا، قسم به نام الله تعالی که 1 هفته پر آفتاب ندیدیم، پر باران بارید شب و روز. این در صحیح بخاری و مسلم از دیگه جای شبهه نیست. بعد حضرت انس میگن که هفته آینده وقتی نماز جمعه یه مرد آمد. این مرد آیا همان مرد است یا دیگر مرد است؟ گفته وقتی که راوی ها پرسن نمیدونم، گفتن مقصد شاید نشناختم، من نمیدونم. حضرت انس گفت که یا رسول الله هلکت الاموال و انقطعت السبل فادعوا الله ان یمسکها. یا رسول الله مالها هلاک شدن، با آب غرق شده، این دفعه سفرها بریده شد، برای اون که هیچ کس سفر کرده نمیتونه، همه جا آب لای. دعا کنید که الله تعالی این باران از سر ما بردارد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که علی الاکام والضراب وبطون الشجره اللهم حوالینا لا علینا، پروردگار این باران
بر اطراف شهر گردان، به زیر بوته های و درخت های و کوهسارها گردان. لا علینا، این بارون بر ضرر ما نگردان. در دیگر جا هم گفتگی هستند که اگر باران بارد شما گویدان که باران نافع و بر فایده ما گردان نه بر ضرر ما. بعد این خیلی دعا کردن که آفتاب برآمد و ما در خشکی راه گشتیم. این در صحیح بخاری و مسلم ثابت است. این همین قدر جمهوری صحابه ها دیدند و مشاهده کردند. یعنی چیزی که هست بود دیدن مردم در تاریخ شدگی هست. غیر از این دعا امام بخاری رحمت الله علیه میگه که باب الدعاء للمشرکین، باب درباره دعای نیک در حق مشرک ها. دعای در حق مشرکان، در حق مشرک و دعای در حق کافر دعای نیک گفتن. حدیث در صحیح بخاری مسلم است. حضرت ابو هریره هم روایت میکنن. طفیل بن عمرو دوسی از قبیله یمن از سردار قبیله بود. به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید. خلاصه این قصه دراز است. وقتی که می آید مردم مکه میگن که به گوشات پخته تقان که در بین مکه یک سحرگری پیدا شده است که پول و مالت آورده میدهی، مردم از دین بی دین کرده ایستاده‌اند. طفیل گفت که من آدمی با عقل باشم. گفت سردار قبیله بود. یا آدمی با عقل هستم، من میتوانم سخن حق را از باطل جدا کنم. برای چی من به گوشم پخته میمونم؟ گفت و پخته ها را گرفت، گوش انداخت و اسلام قبول کرد. و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که من انشاءالله سردار قبیله هستم، میروم قومم را به اسلام دعوت میکنم. رفت قوم را جمع کرد، دعوت به اسلام کرد که آنها قبول نکردند. بعد آمد به مدینه گفت که یا رسول الله عصت دوس و ابت و عصت. دوس گناهگاری کرد و سرکشی کرد، ایمان نآورد. ادعو الله علیهم، در حق آنها دعای بد کنید یا رسول الله. یعنی آنها دعوت شما را نپذیرفتند، سرکشی کردن از قبول اسلام. دعای بد کنید یا رسول الله. پیامبر اسلام دستاشون رو برداشتن. مردم گفتن که در دلشون هلاکتی دوس هلاک شد. یعنی که تمام. پیامبر اسلام وقتی که دست برداشتن قبیله دوس از بین میره دکن، چون که میدونید که پیامبر اسلام دعاشون مستجاب بود. بعد ناگاه پیغمبر مهربان اللهم اهد دوسا و اتی بهم، اللهم اهد دوسا و اتی بهم، اللهم اهد دوسا و اتی بهم. پروردگار دوس را هدایت کن و آنها را بیار. گفتن 3 مراتب. و تا بیگاه بعضی مورخان میگن که 100 نفر بایترین و با آبروترین قبیله های دوس آمده به مدینه منوره با پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام خود را اظهار کردند. الله پاک است. و این شوی حدیث خود ابو هریره در صحیح مسلم آمده است. آمده یه روز میگه که یا رسول الله مادر من امروز در حق شما سخنی بعد گفت دعا کنید که الله تعالی مادر ابو هریره را هدایت کند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اللهم اهدی ام ابی هریره، اللهم اهدی ام ابی هریره، اللهم اهدی ام ابی هریره. پروردگار مادر ابو هریره را هدایت کن. گفته 3 مرتبه دعا کرده. وقتی که به خانه‌اش رفت مادرش غسل داشت. وقتی که شد گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ای ابو هریره من شهادت میدهم که الله تعالی یگانه است، غیر او دیگه معبودی بر حق نیست، و شهادت میدهم که محمد بنده و پیغمبری الله تعالی است. این دعاهایی که مباشرتا قبول شده است. اما شخص گفتنش ممکن که آخر اون کس پیغمبر بوده، دعای اون کس قبول است. بله دعای پیامبرها قبول است، لیکن الله تعالی اگر شما سوره وقتی که دعای یونس را الله تعالی برای ما نقل کرد و کذالک ننجی المؤمنین گفت، ما یونس را نجات دادیم و کذالک ننجی المؤمنین، همین گونه مؤمن ها را هم نجات میدیم. یعنی که دعای دیگر مؤمنان نیست قبول میشود اگر صمیمانه و از قلب باشد. بله امام احمد رحمت الله علیه درس میدادن. هم جوان اومد گفت که امام در حق مادرم دعا کنید که
25 سال می شود حرکت نمی کند. مقصد شل است. دعا کنید که الله تعالی به مادر من شفا دهد. گفتن که امام محمد اجعلتنی نبیا، چی شما ما رو پیغمبر پنداشتید؟ رو مادرت بگو در حق من دعا کند. گفتن مقصد مادری تو بیمار است، به الله تعالی نزدیک است، مادرت در حق ما دعا کند. گفتند و با همین آهنگ جواب دادن. مقصد امام احمد این بود که مردم در حق ما آدم های عادی اگرچه عالم باشن پیغمبر نیستن، مقصد اینقدر بزرگ داشتی بی نهایت از حد و حدود نگذراند، خاکسار بودن. وقتی که کودک جوان ناامید شده برگشت، چند وقت گذشت و یکی از شاگردان امام احمد آهسته از درس خست و به جوان پیرو شد. به آن جوان نزدیک شده گفت که در راه دریافت کرد و ابشر، گفت خوش خبر ده، بعد تو وقتی که از مسجد برآمدی من دیدم که امام احمد به آسمان نگاه کرد و لبهای خود را به حرکت در آورد. گفت یعنی که دعا کرد. وقتی که همین جوان به خانهش می رود مادرش در آب می‌گشاید. یعنی که این یک در حادثه حقیقت شدگی چیز است در تاریخ و این خیلی همه در حیاتش هم دارد. هر یک آدم شرط نه که امام احمد باشد و پیامبر باشد، هر یک بنده های مسلمان دعا کرده است، الله تعالی دعاش قبول کرده است. این همه در حیاتش و در تجربهش دیدگی است. خیلی خوب. و یک سوال دیگر اینجا، اگر مؤمن و مسلمان به یک مؤمن برادر خود ضرر رسانیده باشد و انا همان کسی که ضرر دیده است دعای بد در حقش کرده است و با یک فرصت معین دعایش مستجاب شده است، یعنی دعای بد این انسان، آیا همان انسانی که دعای بد کرد و دعای بدش به آن کسی که ضررش رسانده بود مستجاب شد، خودش در روز قیامت گناهکار می شود؟ یعنی مظلوم در نظر دارید شما؟ بله، مظلومی که دعا کرد در حق آن نفری که ظالم بود. دعا قبول است. پیامبر صلی الله علیه و سلم اتق دعوت المظلوم، از دعای بدی شخصی مظلوم بترس، فانه لیس بینه و بین الله حجاب، چون بین دعای شخصی مظلوم و بین الله تعالی پرده نیست. گفتن بنابراین دعای مظلوم شیخ الاسلام تیمیه میگن که قبول است، اگرچه مظلوم فاسق باشدم بل کافرن، گفتن بلکه کافر باشدم. ظلم برای کافر هم روا نیست. باید مسلمان به یگان انسان، به یگان مخلوق، حتی خوک مثلا مخلوقی که الله تعالی حرام کرده است، برای ما اجازه نه که باید ظلم کنیم، در آتش سوزانیم زنده لای مثلا. ظلم ممکن نیست حتی به شخص کافر مشرک. عدالت در همه جا باید عدالت کنیم. یک سوالی دیگر درباره دعایی که مثلا انسان ناخواسته دعا میکند، یعنی گاه می شود که صمیمانه نمیخواهد دعا کند، دعای بد کند، اما از دهانش بعضی سخنها میبراید، شاید نسبت یک دوستی نزدیکش یا فرزندانش، و این دعاها نیز مستجاب میشوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما رو از دعای بد کردن در حق خود و در حق اهل و عائله فرزندان منع کردند که این بسیار در زنها دیده میشد که فرزندان خود را دعای بد میکنند. به هر یک معده و کلان، به هر یک کاری نادرستی فرزندای دعای بد میکنند. این نهی اومده است. مثلا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، برای در حق خودتون دعای بد نکنید، در حق فرزنداتون دعای بد نکنید که یه ساعتی از ساعتها رو موافقت میکند که اجابت میشه، بعد پشیمان میشه. لیکن الله تعالی در قرآن کریم میگوید که الله تعالی ذات مهربان است که هر دعای بدی شما رو قبول نمیکنه. اگر هر دعای بدی شما رو قبول کنه شما هلاک میشدید. لیکن سخن پیامبرم به سخن الله تعالی ضد نیست.
گفتن که شما دعای بد نکنید که یکی ساعتی میشود که موافقت کند یک ساعتی در وقت اجابت قبول شود. یعنی همه وقت الله تعالی اجابت نمیکند و اجابت شدنش هم ممکن است و بنابراین باید انسان از خودداری کند از دعای بد. بعضا حالت‌های می شود که این ناخواسته است، شاید دعا هم نیست بلکه از شاید که سخت رسیدن به همدیگر. امروز خودتان میدونید در ما عادت ها شده مونده است، میگن که این نمیموریم اگر یگان کارو نکنی یا اینکه به همین مونت اینها اجابت نمیشه، برای آنکه این سخنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم استفاده میبردن. ثقیلت که امک یعنی معناش چی است؟ مادرت تو رو گم کند، یعنی تو موری و مادرت به تو ماند. معناش اراده نمیکردن. وقتی که اونجا سوال غریب تیاد پیامبر صلی الله علیه و سلم ثقیلت که امک تو موری و مادرت رو گم کند، یعنی معنایش مراد نیست، یعنی فقط در زبان جاری هست و در دل نمیخواهند. یعنی این چیزها اومدگی است در همه مردم این هست، این اجابت نمیشه. تشکر زیاد و این بود کوتاه صحبت ما درباره دعا و مستجاب شدن دعا با دامالله سهرابادلیان، ختم کرده دانشگاه مدینه منوره فاکولته حدیثا. تشکر زیاد میگم و یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم تا واخوری های آینده. سلام.